همون بیاد میزم سیخ یک زنگ بزنیم هم سیخ نزدیک از من گوال موالم نمیگیره بیا من میزه گوال بگیریم شب وای سعی کنیم کی زنگ زدم اینجی الو سلام همسایه جان چطور هستی تو؟ همسایه هستم همینجی خانه ایم همینجی یک ماه پیش سر کار بودم همینجی کار کردم بیخی منده شدم گل قلباوری یک روز در کش یک نفر بودم یک روز در کش یک نفر ساعتی 7 بجه سوی که مرا مو برد تا 3 بجه را همو قد مرا کش کده میزد روغانی جان مرا بیخی بدر کرد پروا ندارم سایه جان جانت جور باشه بیا این شب منجی خانوم یک قابلی پلاو درست کردم خنگوشت گوسپند بیا میری با هم بخوری تنهایی دست قاچک ما پایین نمورم سایه جان قابلی پلاو جور کرده گوشت گوسپند هسته خب همسایه من میم ترکی هستم من خیلی وقت نخوردیم گوشتی گوسپند نخوردیم کلو قیمت هسته و باید منده میم ما اینالی زمستان هسته هوا بیخی یخ ممی کالا مالای ورده جان خونم میم اینالی باشه همسایه جان بیا من منجی منتظر دیم همسایه جان زودتر بیا من منجی منتظر دیم خب سایه همسایه یعنی ما آمادم دیگه خب خدا حافظ دیگه خدا حافظ کلیه با پشکی بیاه نگیرم یا خدا من یه چیز نپختم یا همسایه گامو من یه چیز نپختم همسایه چی شد؟ پس که ما تو نشدیم که من میگیریم همسایه افتادی؟ ولی از من نشده تو همسایه بیادیم من نرشی کنی همسایه جان جور بخیر سلامت خوش آمدی همسایه جان بخالی خودت همسایه تو زنده بشی و خیر بشی خیر بشی همسایه جان بیا همسایه جان بیا از این بر بیا همسایه بیا از این بر بیا اینجا بیشی همسایه جان بیشی همینجی بشی؟ آره همسایه جان همینجی بیشی خب همسایه بخی خوش آمده همسایه جان هم گوشی خود ما بد دارم همسایه خب همسایه چی حال داری؟ والا خدا را شکر همسایه جان بخی خوش آمده همسایه یک اول موال از ما رو نمیگیری قسم همسایه نزدیک همسایه چی بگم دیگه روزگار بدبختی یک روز رفتیم سر کار همینجا ما را مقصد اذیت منمی مردم ایران آفت سبین بره تا ساعت اینم تا ساعت 3 بجه روز بیخی هم مقصد کش کده میزنه گل قلباوری روغانی جان مرا کشید اشکال نداره همسایه جان جان جور باشه همسایه جان کجا جان مجوره اونو ندیدیم اونجا پریدیم آدمی پیر آدمی 50 ساله آدم هستم ولی بازم این کارگری بدبختی نمیشه کار نکنی چی کار کنی کرایه خانه را سبیدیم خرج خوردن از کجا کنم ما 4-5 سرایالی یه از کجا میشه اونم در ملک ایران همه چیز در خرید آره همسایه جان گپای استم راسته تو تا از خانه آور مپری زکامم گرفته بیخی هم کارتوک مموس دا خدا شفا بده همسایه خب همسایه جان تا میدویش ما برم برات یک لیوان چای بیارم خب برو بیا برو آره همسایه جان یا علی همسایه بخی خوش آمده همسایه خوش بشم سایه چای سعوده چای سیاه همسایه در ایران چای سعود پیدا نمیشه گرانه ما چای سیاه مرا
بعد هم ملایم زکام هم گرفتیم برای زکام خوبم نیه دیگه. همسایه چای سوز نیست تو دخانه خو مگه چای سوز میخوری؟ چای سوز من میخورم ولی دخانه خو جای که مور پرسان نگده چای سیار میارده پیش ما پاک یعنی می چیزا مریض کرده را 50 ساله آدم بیخی گوش از من نزن ما گوشای ما کارم سا میگی تو همسایه گفتم چای سوز ندارم ببخشید. همسایه چیکار ما به خاطر ما تو در دوان اندازی چای دم یا همسایه همسایه ما چای تازه کردیم همسایه. همسایه بله همسایه بیا گوشت خور ما چیز میخوایم در گوشت بگوی. همسایه تو پیر شده گوشای تو سنگین شده و گوشت مرغ همسایه. سال گفتی تو خدای ما زنگ داده گوشت گوسپند گوشت مرغ مر باز بونه. نه همسایه گوشت مرغ همسایه گوشت گوسپند نیه. گوشت گوسپند خریده نمیشه همسایه. بعد ما را بعد چه تکلیف دادی تو دی نصف شو. همسایه ما با تو گوشت مرغ گفته و همسایه تو خودت آمده به خاطر گوشت گوسپند اگه میده گوشت گوسپند نیه همسایه ببخشید. خواهم ده اون ترکی است ما نان زودتر بیدی که ما برم بس چا منتظر شوه ما نان بیدی که ما برم میره خانه خون. باش همسایه جان من برم مال برایت غذا میارم. همسایه او دیست آورده؟ همسایه جان او دیست آوردم. ترکی است ما ترموز او طرف بیلم. همسایه جان همسایه ای دستایت اینقدر میلرزه پیر شده. همسایه چیکار کنی 50 ساله آدم از این بالا نمیشه. خب همسایه من برم حالا غذا رو بیارم. خب همسایه بیا همسایه جان اینم دسترخوان است همسایه. همسایه بچه ها نان خورده این میدگی هایش تک نزه خنده نکو همسایه بالای ما دیگه پاون نداره تو کم از مرجای کلو حساب کم سایه غذا میارم همسایه تو میجی یک گزبیش که من برم غذا بیارم برای همسایه جان. خوبه آره همسایه جان اینجا اگر منتظر باشه رو من زود میرم همسایه. کجا شدی؟ یا همسایه کجا شدی؟ یعنی نیم ساعت تر شد کجا هوا فیره خندان من خود گوشت. نان کجا شد همسایه قابل پلو گم شدی. ما پیش همسایه چی بهانه بیارم ما که چیزم پخته نکردیم همسایه ما همسایه با یک دونه سنگ پرته و اینقدر زیاد قو کرد. خب یک چیز یادم آمد. حالا مرم همسایه رو اون دک چپشتم. این دک چپشتم. یا همسایه مانم از عراقت دیخی یه 3 سال رفتم گل شدم در من نان آورد دیگه آورد من مسئله دید ما ایلان مورم خانه خود. آدمی پیر آدمی مطلق مریضی داریم ما سبی زنگ نده حالا کجای ما قابل پلای جور که مسکرتوک مطالا من اینجا حالا پشتی بگم همسایه حالا من پشتی بگم همسایه قابلی پلاو چپه شد. همسایه قابلی پلاو چپه است قابلی پلاو
من چیکار کنم چپاشی مال بیشتر مال همسایه کسب کن همسایه برای تو پیسته میاد پیسته همسایه پیسته مالا بخور مالا همسایه قبلی پلاو که چپا شد همسایه تو زوم دیا چیکار کنم همسایه قبلی پلاو چپا شد